خواستم با بچون ابخود کردن که همین خیلی دخترم با پیشم گذاشت توالت رفت همین بین 5 minut نگذاشته یخیبش رفتم که علاکای اسپید نکردم دا بند شرفش گرفته و خچه دا همونجا دا دور اوخته. مفتونه روزی مرگ دختری 15 ساله‌اش را تصویر می‌کند. فاجعه تابستان سال 2024 رخ داد و همان روزی مصیبت پدری دختر را بازداشت کردند. با ادعای مادر مکنونه بنابر آزار جنسی از سوی پدر خود را کشته است. یه روز دخترکم گفت که اوچه من گفت سر میشوم آتش گفت که نه بس پیش ایت من درام سر میشوم درآمد حمام و در حمام پیش ای سرشوی در حمام کامera در گیرنده تلفن شد برآمد گشته گفت که نه بچه من نمیشوم خیلی تو درو گفته بعد دخترم خیست درآمد گشته نفهمیده سرشوی سر میشود تنه اوریان 48 minut باشه 46 minut باشه سر میشود پولنی دختره تماشا میکنه سیامکا میکنه اول به نقل زن بعدی تقریبا 12 روز پدر به دختر گفته است که بدن اوریان او را ثبت کرده است و با تهدید به فرزند خویش کوششی دست درازی میکند. گشته دخترک منو فریاد کرد دخترم گفت که اوچه گفت همین خیل دادم گفت من همین خیل در تلفنش سیامکا کرده گفتم ای دروغ نگو بچم گفت که نه اوچه جان راست میگم دروغ نمیگم گفت با گفتم که گشته گفتم نه بچم تو دروغ میگی گفتم نه خدا در تر سیامکا کنه گفت که او چتا نه لیبلیش در همون سرشوی من اوریان گفت سیامکا کردگیه خیلی گفتم بچم نباشم کنی وای کنیشونم تبا تلفنی داداش آورد در زریاد موند امو لحظه دختر آمد ایده نشونم داد گفت که نه اوچه گفت بینه دیدم خیلی در حقیقت راست میگفته گفتم بچه جان بیا من میخیزم میگم شه آتش دیو همو بیبیشده که گفت که نه اوچه جان من شرمنده نکنه آوازه نکنه مثال بعد زاری و التجای مکنونه مادر تصمیم گرفت قضیه را آوازه نکند و با ترک خانه شوهر به دادگاه شکایت برد اما فرصت نیافت چون 2 روز بعد از این صحبت با مادر دختر خودکشی کرده است. رستم بدیموغوف پدر مکنونه را دادگاه ناحیه سینا با گناه حرکت‌های بداخلاقانه به فرد نابالغ و یا همان آزار جنسی و به خودکشی رسانیدن او به 13 سال زندان محکوم کرد. وکیل دفاعی پدر در عریضه شکایتی به دادگاه گفته است زیر حمایه‌اش خودش را قسماً عیبدار می‌داند اما اتهام کوشش دست‌درازی به دختر را بی اساس خوانده است. بدیموغوف به نزدیکانش هم گفته است این تهمت است. هر گپ ای بچه ما باور کنیم میگم این کار ما باور ندارم ای بچه ما این حالت نبود همه گردوانم هم از دختر کلان داشتن 2 تا خواهر بیوه داره اگر دست درازی میکرد به خواهرش میکرد این خیلی بچه نبود جنگ میکرد حقارت میکرد نه که در نیتی خیلی دست درازی و چی نبود هیچی نبود خیلی کرده چیکار میکردن؟ چیکار خودت مشغول بودن؟ اینم خونه میکردن اینم خونه را نیمکوله کردن تمام این چی اینم کردن اینم دختر کشت زنه کرد همه چیکار کرد همه زنه کرد گفته که همه زمین زمان فروشو سکسیه بگی به من میرم نمیستم در اینجا. مادر مکنونه میگوید شوهرش در دادگاه به گناه خود اقرار کرد. حالا زن از احتمال بازبینی پرونده و رها شدن وی نگران است. میگوید با گذشت چند ماه از اعلان حکم شوهرش در بازداشتگاه موقتی نگهداری می شود و نزدیکانش برای سبک کردن جزای او تلاش دارند. مفتونه با 2 فرزندش حالا در خانه والدانش است و مراجعت‌هایش برای گرفتن خانه مشترکشان بی نتیجه بوده است. نزدیکان مرد که به مفتونه باور ندارند میگویند اگر ادعای او راست است پس چرا زمان زنده بودن دختر قضیه را آشکار و شکایت نکرد؟ در واقع اگر برخورد مادر بعد آگاه شدن از مشکل دختر به این عمل دیگر می بود آیا می توانست فرزندش را نجات دهد؟ روانشناس شاهصنم قربایو میگوید زیر فشار و زورآوری قرار داشتن زنان در خانه و ترس از برخورد نادرست جامعه سبب خاموشی مادران و سرانجام سبب فاجعه و مصیبت خواهد بود. فرقش همین است که وقتی که وی بیگانه دست به همین حالت میزند ای بیگانه است ممکن در میروند نوزین منطقوی در مراجعت میکنن سود در مراجعت میکنن که به همین حالت آورده رسوندن لیکن وقتی که این حادثه در خود اویله هسته اویله را میپوشانند سیر اویله را مخدم میکنند که این عیب کلان است
یعنی ضرر با اویله میرسد. در ما چه هست؟ اگر که گپ بسیار میشود و یا اما چی پیش میکنم گفتم که تو مثال خیلی یا اینکه گپ بسیار میشد که انا ای اویله مثال کلو نگیریم بچه نگیریم که این خیلی انا میاد فکر کرده پناه میدارم. دم همه ممکن همه فکر کرده نگفت یا که ترس داشت ممکن نگفت. ممکن زورآور از طرف شوهرش داشت نگفت. ممکن. بنابر آمار وکالتداری حقوق کودک تنها در سال 2022 در تاجیکستان 60 نفر برای آزار جنسی نورسان به زندان محکوم شدند. آماری نو دسترس نیست. روانشناسان میگویند والدان باید به احوال روحی فرزندان اهمیت بدهند و در صورت مشاهده تغییرات در رفتار، کناره‌گیری و افسرده‌حالی وی باید بر روانشناس مراجعت کنند تا ریشه مشکل و راه حل آن را یابند و جگربند خویش را از دست ندهند. But he also suggested another outcome could be tariffs on